بابا یا رد جان بابا یه نکنیم چرا؟ عمل کنیم بابا بگو چرا؟ چند وقت میشه شما بگیم بابا گوشی میخرم کی ما این بخریم دیگه بابا سالا ما کمره بچه جان با تو گوشی هم میخرم بابا یک گوشی به 10-12 جریفه میدم یک گوشی خوبی بستونید بچه دیگه جان بروی فرصت با تو گوشی میخرم چرا بابا شما این که گپ میزنه پیار خوبه گردون یک گوشی به ما بستونید اینه واکنه وقت از سالا بقات آمده نفهمیدی؟ بابا با تو گوشی هم میخرم بروی فرصت باسکیلی هم با تو میخرم بچه جان بابا دیر تو جمع باشه بچه جان پیار من مکد هرچیش بره ای با برو چند وقت شو خب بروی 20 روز بعد با تو میسونم یک باسکیلی هم میسونم گوشی هم با تو میسونم بابا 20 روز دیگه میندازی چطور میشه که تمی شیلی ها خود جمع کنی خرمنا خود جمع کنیم بابا بریم خیلی من کار ندارم بابا من با هم یه هفته شما گوشی مایم من با همین زمین به یک ماه و 10 روز 20 روز دیو به گوشی مایم حالا کم بابا دقیق به من وعده بدین که بخیر کی به گوشی میخریم فقط بابا جو 20 روز بعد با تو گوشی هم میسونم باسکیل هم بینا بابا دیگه چی میگی بچه جو؟ به گپ بازی کسی مس میگی نمیکنه. چی گفتی؟ بله چی گفتی؟ میگم به گپ بازی کسی مس میگی نمیکنه. با گپ من کسی ماس میگی نمیکنه انا با گپ تو ماس میگی میکنه تو سر این کارو کی آورده تا تو بگرد تو کسی باش بگیری ای کتو یادم جا و خیش بیا باز نگه تو باش بگی نمیکنه بابا چی شو؟ پس دادم بجس برا فقط این به می کارا آوردم اشتی گپا ما گپ تو ماس کسی میگی نمیکنه اشتی گپا این با گپ کجا گرفته اگه لگلی نیه بابا خیلی باشه بیلو که دیان رسیان که دیوانه بیده نیوشیاریه خیلی به دل نگیری بابا حالا کم بابا جون من 20 روز بعد کار ندارم من به تقی هفته شما گوشی بایم خلاصی اخباره بگو بابا جوی تم زد نکو پخ بیاد کش نکو من بچه جان دیگه نمیخورم به من گوشی نخرین دیگه دست بسیار سفید نمیدارم والله خیلی پیدا من با تو گوشی هم مثل مر خطا نشو دست بگیرم گلو دلدارم کمک پس بگیرم گلو کجی جان کجا بخیر؟ شتنی خیریت جون جونی جوره چیه یار پایه هستی بخیری؟ او شکر فضل خدا دم غنی با کجا بودی از این طرف؟ هیچی برشته بیدم به پیش بیا خو کمک کار داشتم دلو بابا عباس سکلی خریده بیدین برار ما کی بیتاره گردنم هوا نمیت سکل لکسی نبود به زیر پای بی خوش که صفری هم بی خود رو بردم گفتم من هر رنگی که خود تو خوش داری به خود خوش کو پولای با جمعه چندی بخریدین گپ پول نزن قصی پولی نشو اش تو عباس حالا با یک کار دیگه دیروز باید خان بگیری تا که مگر به من گوشی هم بخری من به پیار خوب بیا کش کرده که مگر تو گوشی که ما میخوای مگر بخری گفتم خوب قام نه به پیار خوب گفتم تو بابا به من گوشی نخرید دیگه دست بسیار سفید نمیدم دیگه پول چی ارزش داره خیر بینی آدم ارزش داره هم برار ما که تیار باشه من تیار خوشحالم کاش که صد موتر بخوای برار من به زو میخرم راست میگی موتر بازی کسی مس میگی نمیزنه. بیا ته بیا انی با گله بیا اگه سرگی وای ای آخر از این گلک چه کار خوش نه من نمیگم خود از این حد پوله به پیش خود فکر کنه بگه آخر آقابت من خود از این مردم دید چه کار خوش این تکلات بخوری چهارتا لغاتی بخوری دیگه میفهمی دیگه با کسی تمرغه نمیگی چه کار چی داره نیرولا چی نفهمیدی نمیته که بخوری لات یک 10-15 تا بکسی بام شکم و کلمه و بغلای بزنم یک 200 تا لغاتا بودم به پیش پیار من بیا مادمی تا گفت من به پیار خواهی گب میزدم ور میدارم میگه گب کچ و گب تو ماست بگی نمیکنه پیار من خود نخوام شاخه درخت چور واقعا بهم رد ازی شد کجی کار ما از بعد اگه چوب نشکشم سونات رو سیاه نکن از بعد دیگه بزی مراد نکنیم باشه کسادی اما هر جا که سر نمیخوری چیزی میگه تام ده مرگور بزنه فقط تو کسی مس میگی نمیزنه. تو بس دیگه وای
سلام علیکم ماما شاگرد. نه خوبیم خیلیت بخیر. سلامت. چه شده مالی؟ والله خوب اومد مثل الهی شکر. تو تیار عرض نشدم بازم شکر. ماما شاگرد امی بچه شما گله کردم یک سه چهار تا مشتلقات بزدم دل من خدایی بزو بسوخ تون باشه گور ببینم بفهمیدیم خیر غم نداره میشه ما میجام خود کجی تیر شد از پیش ما گاب میزدیم امی سکل خریدم با برار خو خب من برار ما باز بجون ما بود که گوشی بخر ما خود کجی لای گاب میزدم که برار خو سکل خریدم با ما این گوشی بخریم یا پیش متیر شد با ما گفت با گاب تو کسی ماس میگی نمیکن گفتم خیر باز دوباره امی تکرار وکات من برات شدم به تمام زمین او سر ده او چپا کردم اونجا که سه چهار تا مشتلقات رو بزدم من تا شما رو بدیدیم بفهمونی سکر نورولا جان او کم ساده شما به گپ از دو دق نشیم قمی نداره او تیتال زنه نزنیم بچه شما میگیم او بچه ماما شاگرد شما یک گپا میزنیم که چی بگم نورولا جان پیار خوب بگردم با خدا همی هست که همسایه ای من احترام ترخلی دارم ما هر کس بشنویدی که به همون گیلک بگوشتی پس خیلی بسوختی با خدا تا دم مرد گور میزدم تو بچه مرسه چار مشتلقات هم بزدی بازم بیامدی و من سفید میخوری و خاطر چی تو چپات میزدیم بچه شما خورد از پرا پاورا کنه که مردم بجو غراض نداشته باشه چرا من به می کوچه میرم میام کسی به من نمیگه تو نورولا تو ایستاد همینی او عباس دست پرا پاورانی مردم رو میزنه خب قمی نداره که گو به دهن از این ماس میگی نمیکنم خب یعنی اور بفهمن دفعه دیگه اگر می سر خوردیم چهار پنج مشت زدم اگه دفعه دیگه اگه ادان چیزی بدل شد بلقطا میزنم بالا صدا بشم جلال خود بگیری که ما جلال بگیریم شما جلال بچه خور بگیریم ماما ما جلال بچه خود من مثلا منم نصیحت میکنم جفن جفن گل بکاریم جفن جفن گل بکاریم یک چوبی وا بکنم جفن جفن گل کار ندارم تو گیلک جو به خدا به شما نگفت خیر غمی نداره گردن و بند باشه پیش بیا چی بخورم پرتو کو گیلک به شما نگفت حال تو بگذار که ما گپ بزنم با تو بگو به شما نگفتم ما بفهمیدم که تو چی میبگی سگو گیلک درودم بزدم من بیامدم پیش شما معذرت خواهی کل مال درد امیدم سه چهار پنج مشت عباس که تو اعصاب من خراب کردی من می عباس برار خور خیلی مایم تو بیامدی گفتی تو برای از این کجی دروغ میگی برای برار خو عباس چیزی نخریدی او برار خورد منه ما گفتم کسی به گپ ماس میگی نمیکنه راستی امیر من از تو پرسان کنم همین گپ که مثلا به گپ تو کسی ماس میگی نمیکنه این چی یعنی دیشب نانم اختلاط کرده خب او گفتم که مردم قدیم میگفتن که اگه یک کار نشه دروغ بگی از لولب بگی انا بابا یکی میگه که به گپ تو کسی ماس میگی نمیکنه من نانه خو گفتم شما نگفتم من گیلک جو بعد تو ضرب المثل مردم قدیم یاد کردی نه تا از قدیمای گپ پر زده از حال نگفته که توی گپ بیامدی بگویی شاید یک نفر دیگه نفهمیدی همین گپ تو جایی که جا دیشی ترمزه از چی از اینی که مثلا تو به مرتکه تیر میشی یعنی مثلا ماسا انا تو مثلا به میرو میری میای میگی به میرو برفتم مثل که ما به تو بگم تو دروغ میگی مطرح از این گپ همین میشه میفهمیدی به گپ تو کسی ماس میگی نمیکنه به گپ تو کسی ماس میگی نمیکنه یعنی تو تاشون بگی ما از میرو برفتم کسی به گپ تو نمیکنه میگی دروغ میگه انا لکتا ما پیش متیر شدیم گفتم برار خو عباس سکل خریدم و گوشی خریدم تو گفتی به گپ از ماس میگی نمیکنه کجیر میگه ادمی نورالله دروغ میگه و برار خود چیزی نخریده